سه چیزی هست که غم اکو در این عالم دلی بیغم نباشه. اگر باشه دلی آدم نباشه. هر یک کدام ما برادرها در یک غم مبتلا هستیم. زیرا الله در سوره بلد میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان را ببینین که آفرینش انسان در کبد، در غم، در محنت، در مشکلات. ولی همین برادر ما محمد رسول هم به همین جایهایی که رسیده، همین کامیابی هایی که به دست آورده، اینها را بیغم نه آورده. به این کامیابی ها رسیدند هم انسان برادرای عزیز بسیار غم های زیاد میخوره. انکو عزیزای خدا میگن سه چیز غم دور میکنن. یکی از همون سه چیز برادران عزیز اینم یک لحظه که میشینیم و از خالق من یاد میکنیم، از بندگی من یاد میکنیم. خب بعضی سوال ها در اینجا پیدا میشود که سبب به دنیا آمدن من چی است؟ الله مهربان از یک دنیایی که نبودیم به این دنیایی که آمدیم، برای چی آمدیم؟ زمانی میشد که با این دنیا را ما پدرود میگیم، با حیات دیگری در پیش داریم. آیا مقصد سفری ما با او دنیا چگونه انجام می‌یابد؟ انکو همین لحظه ها برادرای عزیز، همین نشست های ما یکی از دور کننده های همون غم هایی که مؤمن دارد برادرای عزیز، از سه همون یک تشمین است که در محفلی که ذکر الله می شود، ذکر پیامبر گرامی می شود، ذکر بندگی خدا می شود، غم بنده را دور میکنه. چگونه که در قرآن الله مهربان میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. هر آینه در همین خیل نشست قلبها آرامش پیدا میکنن. این بسیار یک حالتی طبابت هم هست. یا حالتی طبابت هم هست. شما اگر همو نفرهایی که گوییم که همچو گیبناز میکنن، دیدین که در همو وقتی که میشینن مردم، برای اونها مقصد بسیار یگان موسیقی نرم میمونن یا یگان صحبتی را میکنن، خلاص حرکت میکنن، راه های را میکوبد که تو اگر آرام نکنه طبابت کرده نمیتونه. آرامش در کارایده برای طبابت کردن و میگن که برادر اگر تو آرام نشای ما نمیتونیم این داروهای ما مقصد در تو تأثیر گذاشتن میتونه. یکی الله میگه که بهترین میگه طبابت برای مؤمن این ذکر منه. هرگاهی که اگر به یاد من مشغول شوین تطمئن القلوب، من در قلبهاتون آرامش پیدا میکنم. اگر شما در یک خلوت و یک بارک برای حقیقت همی سخنه با درک کردن تان شما یک جدی بشینیم برادر عزیز، یک قسم ساعتی شب 2 3 به خاطر همی الله مهربان یک طهارت کو بشی یگان قرآن بخوان یا لا اله الا الله لا اله الا الله 100 بار بگو ببینین، یا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم 100 بار بگو. همین را گفتم بگی همین در وجود یک کیفیت پیدا میشه، آرامش پیدا میشه. خلاص برادران عزیز، همین لحظه ما همون لحظه هست که
هم در هر یک حرفش ثواب میگیریم، هم در قلبای ما و شما یک آرامش پیدا میشود و الله را ما برای این لحظه هم همیشه هم میگیم که خدای مهربان ما را به این لحظه های رسانید که میشینیم و مقصد یک صحبتی را آراسته میکنیم. آیتی را که من میخواستم برادرها به سمع شما رسانم، این از 10 نصیحتی که حضرت لقمان به فرزندش کرده است. 10 نصیحت در همین سوره لقمان است که حضرت لقمان بچه‌ش برادرای عزیز و گرامی چیکار کردن؟ بسیار یک مصلحت یا نصیحت بسیار زیبا دادگیه. اکو اینجا در سخن مرا هم برادرها شما میشنوین، هم یک قسمتی از مادرها میشنوند. این گویم برای الله مهربان بسیار خوش آمد که لقمانی که از دوره های گویم حضرت یعنی سلیمان و حضرت داوود بود، چیکار کرد؟ الله آورده در قرآن میره با برای پیروای قرآن یک یادآور شد که گوش کنین که لقمان برای فرزندش چی مصلحتی زیبا کرد. همه شما فرزند داریم برادرای عزیز. فرزند این نعمت الهی است. فرزند این امانت الهی است. باید مقصد این امانت ما در این امانت دادگی خداوند باید خیانت نکنیم. چگونه که پاک و به آلایش و تازه گرفتیمش، همچنان باید وای پاک و تازه و به آلایش این باقی بانه برادران. پس این نعمت از نعمتهای خداست و مسئولیت هم به ذممون همینه که ما فرزندا را باید به مصلحت نمانیم، فرزندا را به نظارت نمانیم. ولی همین مسئولیت پدر و مادری که حتی در راست همین قانون قبول شید، برادرای عزیز بینین حقیقتا همین چیز مهم است که همین را مقصد به حد قانون رسانیدن که باید که کسانی که مثال در همین چیز به اعتنایی میکنن، به اهمیتی میکنن، حتی به جوابگری کشیده شود. وقتی در قانون دنیا که به اهمیت به قانون به جزا کشیده شود، نزد خدا هم همین اهمیت ندادن و تربیه نکردن هم پیش الله هم جزا داره برادران، جزا داره. ما حدیث داریم ان الله سائل کل راع اما استرعاها حفظ ضیعه. خداوند از هر یک پدر و مادر در حق فرزندا میپرسد آیا مسئولیتی که به ذمه داشتین در حق فرزند ادا کردین یا نکردین؟ اینها را برادر عزیز ما باید که حتما، ولی یک قصه از در دوره های حضرت عمر رضی الله میگه یک جوان ایجاش خیست، یک موی سفید ایجاش خیست، گفت ای حضرت چی میگوی در حق فرزندی که تیاق بگیره و در سر پدر بزنه؟ حکمی فرزند چیه؟ ولی میگه حضرت عمر جواب نداده که بچهش ایجاش بلند شد. گو حضرت یک سوال من دارم، همون بچه منم. آیا فرزند به گردن پدر و مادر حق داره یا نداره؟ یا فقط همین حق پدر و مادر داره، فرزند داره یا نداره؟ زیرا که از زمانی که من تولد شدم نام من کیرم گذاشته، جعلان، کیرم سیاه. و از زمانی که من کمترک همین عقلم به جا آمده است، من دردم به همین گاو خرم. من دیگر این همین قدر چیزی که مرا آموزانده است همینه. بار همین پدرم به سر من مقصد دوغ و پوپیسه کرد، من این را خیال همین خر کردم. من همیو که اگر یکی گردنم نتن همین یک تیاقش میزنم درست میشه میروه. من همین را خیال همین کردم. حضرت عمر گفت حقیقتا اگر فرزندی که پدر اگر همین معامله تو کردی اگر انجام تیاد،
این فرزند عاق شده می شود. لیکن مبادایی که همین پدری تو مسئولیت هایی که بزیمه داشت ترا باید تربیه میکرد، ترا باید می آموزان، ترا مقصد صاحب معرفت میکرد. وقتی نکرد و تو این کار کردی، پیش از آنی که این پدر ترا عاق کند خودش عاق شده ای گفت. یعنی معلوم میشود برادرها که من در این باب برای شما بسیار صحبت های طولانی کرده میتونم که مسئولیت پدر و مادر حقیقتا مهمه. برادرای عزیز بسیار بسیار مهمه. خدا رحمت کند جناب شیخ سعدی را. او میگفت که بیامرز پرورده را دست رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج. اگر رنگ قارون میلیونر هم که باشی، نگو که همین پیسم هست، برای بچه من تعلیم چی در کار، فهمیش چی در کار، خواندن مقصد چی در کار، خدا آموزی و خداشناسی چی در کار. نه، میگه بیاموز پرورده را دست رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج. با آموزش میگه، زیرا این مبلغ آدم هیچ وقت خوشبخت کردن میتونه. هیچ وقت نمیشود که ما با مبلغ تکیه کنیم برادر عزیز. نمیشود که گویم همین که هست بچه ما به همه مقصد مقام و به همه مثال جای در کاری میرسه، بلکه میگه آموزانینش. زیرا خدا رحمتش کنه میگو خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتی. اگر تو با شرطی به اهمیتی کنی، همون مسئولیت احساس نکنی، تو مقصد خار پرورش کسی، خرما نه. تو پگه از این خرما خوردن نمیتونی، تو خار میخوری از این. برای همین کدام ایمان امروز برادر عزیز درش که از کجی و خمی بگرداندش. درخت میدکه که قطیش باغبان سر کار گرفته میتونه، یکی درخت که کلان شد برادرها دیگه زوری باغبان نمیرسه. در بعض خانه میدرم بچه های زن دارن، اگه ما مهمانیم در اونجا، پدرش در بر منشتگیه میدوا میایه و دست پدرش یک مچک میکنه، یا کتف پدرش یک بوسه میکنه، یا پیشانی مثال بچهش پدرش یک بوسه میکنه. خب میره در لباساش عوض میکنه و میاد در خدمت چی؟ خدمت مهمان در راست میسته. وقتت خوش نمیشه میره ببینی. همین شما دا اگر برادرها بدروین بچه که بده دست بوسه کنه، او تجان خوش آمدی، یا قچاقت بگیره، ولی ببین، یا بده و پاپشکات ایپاد بگیره، هی راحت میکنی، خرسند میشه. خدا را شکر میگوی، خدا را شکر میگوی که او از مهنت خودت میشه برادر عزیز. برای او را تا این حد رسانیدن تربیه کردن در کار. تربیه که نکردیم بعد چی است؟ بعد برادر عزیز در آمدیم حتی در دست بار فیراد میکنیم، مثال نامشا میگیریم بهرام حیرات میکنیم، همچه ممکن تلویزیون تماشا داره، یا ممکن که خیلی اگر بشنوم خچه با کرکی میدازه گویا نشنیده. ایش ده هم باید ما خفه نشیم، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوزی جو. اکای مکافات عمل غافل شدن در کار نیست. همین قدر کردیم جوابش همیه. حضرت ابراهیم ابی وقتی که بشارتی به فرزند شد بعد چی گفت؟ بعد طرف پروردگار بشارتش داد ابراهیمی 100 ساله را. گفت الله مهربان به تو فرزند میته. حیران شد ابراهیم، گفت من مصطفی صاحب فرزند میشم؟ گفت صاحب فرزند میشه. خیلی گفت من در قدرتی الله مهربان تسلیمم، لیکن دعا کرد در حال ربی حبل من الصالحین، خدای فرزند میتی، فرزندی صالح میتی. برادرای عزیز ولی میگن که به قدری تن صحت آدم بیمار میرسه، به قدری حیات آدم مرده میرسه.
به قدری کار آدم بیکار میرسه. به قدری فرزند صالح هم آدمی که ای دستی فرزند اذیت میکشه انمونا میرسن. آدمانی که ای دستی فرزند ناراحتن، دایم پرابلمی از همه مهمی و اگر چی بگیم برای ما و شما خراکه باشه، مبلغ باشه، جای کار باشه، برای از همه پرابلمی مهمش اما فرزند شه. انم فرزنده. حضرت ابراهیم بعد چی گفت بچه‌ش؟ گفت اینی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری. بچه‌م امشب در خوابم الله مهربان امرم کرد که من باید کار در حلق مانمو ذبح کنم. بچه 9 ساله و 10 ساله اسماعیل. فانظر ماذا تری. بچه‌م چی میگوی؟ اینا بندم، اینا کاردم، اکا امر شدم. بچه جان چی میگوی؟ برادر عزیز میگه برای چی همینجا ابراهیم پرسید؟ چرا پرسید؟ بچه هم در همین مسئله چی میگوی؟ او باید نمیپرسید که این امر است از جانب خدا، باید اجرا میکرد. میگه زیرا که در ابتدا دعا کرد که خدای فرزند میتی، فرزندی سالم بتی. انمی جازی گپ ما بگیره صالح های، گپ ما نگیره این فرزند صالح نیست. وقتی گو بچه هم همین خیل سپاریش اینا کارد اینا بند چیکار کنیم؟ ابراهیم چی گفت؟ قال یا ابتی. بین گفت ای بابا، ای پدر، اجرا کن. بین افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. اجرا که گفت الله امرت که اجرا که. اگر در راستی من اگر دل لرزه داشته باشه و یا یگانمو ترحم پدریت باشه، ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، مرا ای زمره آدمای صابر میابی، من صبر میکنم. برادرای عزیز ایرا میگن فرزندی صالح. اینا میگن فرزند صالح خوبیش با در چیه که همین پگا مردیم همچون صدقه جاریه. فرزند صالح را هر یک آدم در حقش یک دعای خیر میکنه. در مردم ما با عادت شدگیه کاری گنده کنی میگه بر پدرت لعنت، اگر کاری خوب کنه میگه بر پدرش رحمت. رحمت هم حساب فرزند رفتیست. برای همین برادرای عزیز در نسبت فرزندا امروز به اهمیت نباشی. علال خصوص اولی من در اکمام با خود میشینم، من هم کتابخانه دارم، میشینم در ما هم بعضی فکرها میاد. اصلا 1 ساعت فکر ای 100 ساله عبادت بالا میگه. فکر میاد در آدم، هر خیل فکر میاد. فکرها میاد، ما فکر در رو میگیرم، روچکه رو مینویسم. یک چیزی است که حاضر آمد 1 ساعت پس اگر ننویسمش همین قندشا میکنم، دیگر رو من گم کردمش رفت. لیکن در فکر میاد که وقتش دا مردم میگفتن که بچم بنده کی؟ میگو بنده خدا. این امتی کی؟ امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. بعد میگفت که انا بعد این مذهب نمیپرسیدن، گوگو میپرسیدن که در مذهب کی؟ میگفتن در مذهب امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه. لیکن منم امروز مثال همین را با چیزی خودم که من باید فرزند ما این کلمات ها را هم تعلیم کنم، باز با همین مذهب ابو حنیفه هم جدی‌تر تاکید کنم که بچم ما پیروی ای مذهب ابو حنیفه داریم. زیرا امروز برادرای عزیز بیرون ای مذهب ابو حنیفه ده هم میبینیم که تلاش های زیاده که مردم مقصد از دایره مذهب ابو حنیفه بیرون شود
зеро унҳош мақсадноканд. дар ҷомеаи мо мақсаднокай. агарчанде ман шахсан худам хоки пои 4 мазҳаб мешим. ҳама ино аҳли суннати валҷамоаанд, вале дар ғайри мазҳаби ҳанафӣ дар ҳамин тоҷикистони мо бисёртар ҳадафҳои зиёдай, мақсадҳои зиёдай. барои ҳамин ман бачаман имрӯз бародарои азиз ба зам меём ки мазҳабшам бояд дуруст кунам, нафарҳои ҳамнишиншам бояд бидонам. нафарҳои ҳамнишиншам бояд бидонам. барои он ки бародарои азиз гуфти шайх Саъдӣ пага хурмо бихӯрӣ, бояд аҳамият додан дар кор. аҳамият додан дар кор то имрӯз гардани мову шуморо каҷ накунанд. дидем чанд барномаҳо шид, ина дар ҳамин барномаҳои ютубӣ бин бисёри падару модарое ки фарзандошон имрӯз берунаи ҷумҳуриянд, хоб ё дар гурӯҳҳои дигар дохил шиданд, чӣ қадар бечораҳо хиҷолатанд, зиқанд. бисёр суханҳое мегӯянд ки хай яки дигар дар ҳамсоядоришон хиҷолатанд. барои ин имрӯз мисол ҳамин чизҳо барои фарзандои мо ҳам тарбияш муҳим аст. меоем бародарои азиз ба сари сураи Луқмон. аку дар ин боб ман гуфтаниҳои бисёр доштам, лекин аку хидмат монда мешам, шумо ҳам монда мешед. баъд азизои худо мегӯянд шаҳд агарчи нафъи бегарон дорад, чун аз он пурхӯрӣ зиён дорад.